درود به همگی گایز، چطورین برای بچه به چنل من خوش اومدید. امیدوارم همه روز خوب و زیبایی و در پیش داشته باشید. آقا همونطور که از روی تامنیل ویدیو خوندین قرار ما سعی کن نخندی بومبی داشته باشیم، البته اگه بخندم و مجازاتش اینه که شما انتخاب میکنید دیگه. مجازات من بدبخت و شما انتخاب میکنید. نه شما هم که من دوست دارین مجازات خوب انتخاب میکنید. آقا زیاد حرف نزنم، زیاد ویدیو رو طولانی نکنم، بریم با هم ویدیو رو ببینیم. لیتس گو. آقا بریم سراغ ویدیو. قبل اینکه شروع کنیم فقط بهتون بگم که من فقط دو بار زیاده، یه بار فقط میتونم بخندم تموم میشه. بعد اون یه بار دیگه باید مجازات ها انجام بدم و نامرد دستم نمیزنم زیرش. مجازات رو توی کامنت ها بگو، حتما ویدیو هم تا آخر ببین. لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادت نره که عاشقتم. بریم اولین ویدیو. نخندیدم. خب بریم آقا سراغ دومین ویدیو. یه بار خندیدم بدبخت شد. آقا از اینجا به بعد دیگه نباید بخندم دیگه باختم. آقا تموم شد. من مجازات درد بشم. من اصلا هوا خوبه. آره ولش. Hi, I love you. Okay. به مولا این دوست من میخنده، به قرآن این دوست من میخنده، خدا اینو دوست من میخنده. اصلا نمیشم چین چیزی. انگار میگی صدا گذاری به خودش هم نشون دادم ولی پشمای خودش ریخت. میگم اگه بخوام ازدواج کنم با کسی ازدواج کنم که لول از من بالاتر باشه و من دیگه تو اون سختی دیگه نباشه. چرا فکر می‌کنی اون آدم میاد شما رو میگیره؟ خیلی دارک خیلی دارکش کرد. لعنتی. I may not have a brain, gentlemen, but I have an idea. منحرفا فهمیدن قضیه چیه دیگه. آقا تموم شد. خب آقا این بود از این موضوع این ویدیو امروز. آقا ایده ندارم، ایده ناموسن توی کامنت ها بگین. مجازات هم بعد انجام بدم. بگین مجازاتو، فقط نگین برو سرکه و شیرین رو با هم بخور. آقا امیدوارم حالتون خوب باشه، همیشه کنار خانواده با خوشی و دلخوشی و آینده نورانی پر انرژی در راه داشته باشید. عاشقتونم.